آقا من حاضر شدم دارم میرم قرارداد خونه جدیدم ببندم. واسه همین گفتم حالا که دیگه دارم از این خونه میرم یه هوم توری واسهتون بگیرم و این خونه که 1 سال توش زندگی کردم ببینید. زودتر از اینا نتونستم بذارم به خاطر اینکه خونه های اینجا همش شبیه همه و از نظر امنیتی احتمالا هر کی اینجا زندگی کرده باشه میدونه کجاست و امنیت نداشت خیلی واسم. یه جوری میگم امنیت نداشت خیلی واسم، اگر همه دیگه نمیدونستن کجا دارم زندگی میکنم. به هر حال آره، و همونجوری که مشخصه الان خونه رو تمیز کردم. این چیزی که میبینید مرتب بودن خونه بود، وگرنه تا دیشب پر کارتون و وسیله پخش و اینا. آره خب اینجا آشپزخونه است. البته به هم ریختگی ها خیلی دقت نکنید. وسط اساس کشی هم همینطور این کارتون ها نشون میدم، میگم دقت نکنید، خیلی جالب. از سفید بودن آشپزخونه امسال خیلی راضی بودم. فقط این بیلک ها هست قهوه‌ای ان، اونا به شدت رفت رو مخم، ولی خب دیگه عوضشون نکردم. یخچالم هم اگه یادتون باشه مثلا دیزاین کردم و عکس بچه رو زدم روش. بعد اینجا یه راهروه، خیلی راهروه، خونه زیاد راهرو داره. اینجا هم این در انباریه، این در سرویس بهداشتیه. درها هم که رنگ نشده بودن و زیبایی شناسیشون به شدت رو مخم بود، ولی خب گذشت کردیم امسال رو. و اینجا میریم جلو. کاناپه قشنگی که مشخصه کاملا که هر روز دارم روش لم میدم و دست دومه. دیوار مثلا خوشگل کردم که حس خونه بده. پرده نداشتم بچه ها، 1 سال کامل هیچ جا پرده نداشتم. این رو تختیه که نصب کردیم، که البته دوستم نصب کرده. اگه نصب نمیکرد من فکر نمیکنم هیچ وقت به ذهنم میرسید که همچین کاری کنم. حالا رفتم خونه جدیدم پرده دارم، چون پرده ندارم اینجا. بعد اینجا یه راهروه، صورت زیبایی، از نظر من صورت زیبایی. اینجا کارگاه بود. الان دیگه همه چیمو جمع کردم و گذاشتم تو کارتونا، ولی اینجا بود. کتابخونه و قفسه و اینا نداشتم متاسفانه، اونقدر هم امسال پول جمع نکردم که بخرم. اینا رو هم نتونستم رنگ کنم. اینا هم بلد نبودم چجوری رنگ میشه، پلاستیک نمیدونم چجوری رنگ میشه. بعد جالب میدونید چیه؟ تنها دری که رنگ داشت در این اتاق بود. بعد رفتن به در اتاق بعدی یه فرچه‌ای زدن، احساس کردن دیگه حال ندارم بیشتر از این رنگ کنن، کاملا بیخیالش شدن. واقعا جالبه. خب اینم اتاق خواب. من 6 ماه رو بدون آینه زندگی کردم. نمیدونم چجوری، خیلی سخت بود. لباسایی که میخواستم بپوشم فقط تو ذهنم میچیدم و همینجوری میپوشیدم، نمیدیدم چه شکلی شدم. کتابم هم اینجا چیده بودم ولی دیگه چون جمعشون کردم دیگه اینجا چیده نشدن الان. و قسمت مورد علاقم این دیوار. اینجا هم کمد دیواری بود که چیز مهمی نیست. و اتاق سوم
که خیلی به کارم اومد امسال و نمیدونم الان که دارم میرم یه خونه جدید بعد دقیقا چیکار کنم. هر چی ظرف و ظروف داشتم و جمع کردم، کلا وسیله‌ای که جمع کردم و چیدم اینجا و یه کمدم توش گذاشتم. رخت خوابا وای خدای من، خونه جدید کمد دیواری نداره و واقعا نمیدونم بعد چجوری اینا رو جا بدم اونجا که از نظر ظاهری و زیبایی شناسی اذیتم نکنه. خدا وکیلی 1 سال گذشته با تمام نقص‌های زیبایی شناسانه این خونه کنار اومدم، حالا الان دیگه گیر ندم. اینجا هم که بالکن بود و همونجوری که میبینید پرده ها رو یه کاری کردم، یعنی حداقل پرایوسی رو حفظ کردم. و همین دیگه، من 1 سال اینجا زندگی کردم و خیلی یه سال جالبی بود.